تشب افتقاد روش بزنید. خب از قرار معلوم بار موسیقایی مجلس بسیار بالاست. سیری ناپذیرید از موسیقی، نه؟ اشکالی نداره، اجرا میکنم، فقط بگید سنتی بخونم یا پاپ. داریوش جواب نمیدن، گفتم بریم اشکل. سنتی یا پاپ؟ سنتی با فالوده باشه آبلیمو. اکثرا میگن پاپ و شاد بخونم یا غمگین. وای عزیزا چرا اینجوری جواب میدین آخه؟ نگاه میکنم تو جمعیت دارم نگاه میکنم، انقدر بعضیا خجالتی ها میخواد بگه شاد اینجوری میکنه شاد خودتو میگیری بدتر من هول بیشتر دست و پا بگم میکنم. جشن ببینید قشنگی، خواهش میکنم عزیزم ریلکس راحت باشین، راحت نه اونقدر دیگه راحت آقا، یه خورده ناراحت باش داری که همه راحت باشن. شاد و پا میکنم. قسمتی بودا از فیلم سینمایی علی سنتوری و با صدای خواننده محسن چاوشی. دل با بزار بیتابم، بازم شبم میخوابم، ازم خبر ندارم، جا خود زودی دارم، زودی ندارم، چشم مشت ساده میگذرم جسیه صدات یه نفس آن من میکنه، نفسای آخره یه نم داره جون میکنه، همش دارم دست میگیرم دستا داره عالی میشه. باور کنید من اصلا تصور نمی‌کردم یه سالونی بیام اینجوری انسان‌های فرهیخته و شاداب نشسته باشن، 2 دقیقه دیگه همینجوری باشه کاملا دیوانه. میخندی نمیدونی تأکید من چرا رو دیوونگیه. از دیوونگی زیاد میگم فقط به خاطر اینکه عزیزان دیوانگی هم واسه خودش. ماشاءالله همه با این مقوله آشنان. یه آهنگ گذاشتن نوار، یه آهنگی بسیار غم انگیز توی دیوونه خونه، عکس العمل دیوونه ها رو میخواست